به چالش مانکن فیکس وای میسن و فیلم میگیرن و داخل اتاق عمل این کارو کرده بودن، یعنی مریض رو تخت بیمارستان، بقیه اینجور چالش مانکن بود. بعد فهمیدم که البته گزارش شده که بعضی وقتا دیگن که چالش مانکن نبوده همین شرایط بوده، اما الان چون چالش مانکن بوده، اوایل که شروع میشن این چالش ها بامزه به نظر میرسه، آب یخ بود میریختن رو سر کله ملت. بعدش دیگه آروم آروم دیگه اصل ماجرا در میاد و دیگه اصلا آدم میگه برای چی، یعنی این لوس کردن این قضایا و شبکه‌های اجتماعی رو به سمت بیراهه‌های صرفاً تفریحی بردن احتمال داره که اهدافی پشتش باشه که مردم رو حداقلش اینه از مطالعه، از تفکر، نمیدونم از بررسی جدی اخبار ببریم سمت این که ببین من چقدر خوب وایسادم اینجوری.